سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخوام این دستکش خیلی ساده و شیک رو بهتون آموزش بدم. لطفاً قبل از شروع آموزش این ویدیو رو لایک کنید. اگه اولین بارتون هست که بافتنی‌ها رو تماشا میکنین حتما روی دکمه قرمز بزنید و عضو کانال ما بشید. زنگوله رو هم بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای ما رو از دست ندین. برای بافت این دستکش از یه نخ ساده اکریل تاب استفاده کردم و 2 تا قلاب که یکیش 1.9 و یکیش هم شماره 1.5 بود. بریم که آموزش رو با هم ببینیم. برای بافت این دستکش من از 2 تا قلاب استفاده کردم که این بخش رو با یه قلاب کوچکتر بافتش رو انجام دادم و این بخش رو با قلاب بزرگتر، به خاطر اینکه این 2 قسمت تعداد ثابتی زنجیره دارن و این قسمت دستمون معمولا باریکتر از این قسمت هست، پهنای این قسمت هست. من این کاری کردم که این قسمت یه کوچولو جمع، گرچه خودش کشبافه یه کوچولو جمع میشه ولی بازم یه کوچولو جمع‌تر از قسمت بالا باشه و بهتر وایسه رو دستمون. خب پس من از 2 تا قلاب استفاده میکنم. قلاب شماره 1.9 و 1.5 تولیپ. خب میخوام قسمت پایین رو با این کوچیکه بافتش رو انجام بدم. شما بچه ها میتونید با یه قلاب این کار رو انجام بدین، هیچ اصراری نیست. فقط زنجیره هایی که میخوام بزنم رو با قلاب بزرگتره میام شروع میکنم. خب یه گره میزنم، ببینید به این شکل نخو نگه میدارم، قلاب و یه پیچ میدم، یه گره میزنم. این گره رو هم حساب میکنم جزو زنجیره ها، سفتش نمی کنم. خب این شد 1 2 3 4 5 6. خب من 48 تا زنجیره زدم. میتونید بیاید و دور دستتون اندازه بزنید. ببینید باید اینجای دستتون رو پوشش بده. الان میتونه یه کمی هم 1-2 تا هم زنجیره بیشتر باشه به این شکل. پس من 48 تا زنجیره میزنم. اگر از اینجا میخواین اندازه رو اوکی کنید که به این صورت. با قلاب بزرگتر زنجیره ها رو زدم. حالا میخوام بافت رو شروع کنم. خب اینو صاف میکنم که پیچی نداشته باشه. به این شکل میارم و روی گره اول به هم وصل میکنم و بست میزنم. ببینید به این شکل بست زدم. این نخم میکشم که محکم بشه. حین کار اینو هم نگه میدارم. حالا داخل هر گیس بافت میام یه پایه بلند میزنم. اول 3 تا زنجیره میزنم، بعد میام داخل هر گیس بافت پایه بلند میزنم. نخ رو هم همزمان نگه داشتم اینجا که مخفی بشه. میتونید بچه از قلابای شماره بالاتر استفاده کنید، هم کارتون زودتر تموم میشه، هم کشسانیش خب بیشتر میشه. من خواستم این کار ذره ظریف‌تر باشه. مواظب باشین که زمانی که دارین
روی زنجیره ها پای بلند میزنی، این زنجیره ها نچرخه. پس تا انتهای رج میام پای بلند میزنم. آخرین دونه رو هم پای بلندش رو زدم، میام روی این 3 تا زنجیره‌ای که زده بودیم بالاترین زنجیرش بست میزنم. بچه‌ها تعداد زنجیرهایی که در ابتدای کار میزنید به اضافه اون گره اول، اگر اونم حساب کنیم باید عددش زوج باشه حتما برای تمیزی کارتون. خب این خودش، الان میخوام کشباف رو شروع کنم. این خودش حکم زیر رو برای من داره. شروع میکنم این زیر یکی رو میخوام ببافم. این حکم زیر رو بر من داره. دونه اول رو میبافم، دونه بعد زیر. ببینید برای بافت زیر قلاب از پشت کار میره، دونه رو میگیره و الان ببینید پشت کار اومد بیرون، قلابم نخ میگیره میاد بالا و میخوام پای بلند بزنم. حالا یه دونه رو میبافم. برای روبافی قلاب از سمت راست میره سمت چپ، دونه میره سمت چپ و از روی کار میاد بیرون و از روی کار ما این کار رو انجام میدیم. برای زیر بافی میریم از پشت کار از سمت راست میره به چپ. اگرم دست چپ هستین که برعکسش به این شکل. این هم بافت رو، پای بلند میزنم، این شد بافت زیر. این بافت رو، این بافت زیر. به این شکل اینایی که برآمدن به رو بافته شدن و اونایی که داخل رفتن به زیر بافته شدن. اون دونه قبل رو به زیر بافتم، به رو، به زیر. بچه همینجور ادامه میدیم تا برسیم به انتهای رج. آخرین دونه رو به رو بافتم و رسیدم به انتهای رج. به این شکل شد. 3 تا بالای اون سومین زنجیره، 3 تا زنجیره که زدیم بالاترینش بست زدم، 3 تا زنجیره میزنم. خب حالا این به رو بافته شده رج قبل. ببینید چون برآمده است، وقتی نگاه میکنید برآمده است یعنی به رو بافته شده. میام دوباره به رو میبافم. این به زیر بافته شده، قلاب رو میبرم پشت کار، به این شکل میگیرمش و به زیر میبافم. پس هر کدام که به رو بافته شده به رو میبافم و هر کدام که به زیر بافته شده میام و به زیر میبافم. الان اینو به رو میبافم، اینی که به زیر بافته شده رو به این شکل به زیر میبافم، به رو، به زیر و همینجور تا انتهای رج دوباره ادامه میدم. و زمانی که رسیدم به اینجا بست میزنم. من میخوام چند رج این کار رو تکرار کنم. ببینید من 7 رج این بافت رو ادامه دادم. میخوام این رو هم به همون میزان ادامهش بدم. بستگی به قطر نخلتون داره. میتونید اینقدر حالا به دلخواه خودتون بیاین رو دستتون بذارین. اگر اندازش اوکی بود بافتتون رو تموم کنید. کش بافش رو به میزانی که دل بخواهتون هست میتونید تعداد رج ها رو اضافه و کم کنید.
پس این رج رو هم به اتمام میرسونم و این شد 1 2 3 رج. 4 رج دیگه روی این بافت رو انجام میدم و با هم دیگه دوباره ادامه کار رو پیش میگیریم. بچه‌ها من توی 7مین رج هستم. پس قرار شد که اونایی که رو بافته شدن به رو ببافیم و اونایی که به زیر به زیر. و دقیقا همه رجا مثل رج قبل هستش. اینم آخرین دونه. رسیدم به این 3 تا زنجیره، بست میزنم. خب ببینید این قسمت پایین رو بافتش رو انجام دادیم. حالا این قسمت رو میخوایم ببافیم از اینجا تا اینجا. 3 تا زنجیره میزنم. توی تمام رجای قبل به این صورت شروع میکردیم بافت رو، از رو شروع میکردیم، رو زیر و همین رو تکرار میکردیم. حالا توی این رج یکی در میون هی تغییر میدیم. الان رج قبل رو زیر بود، الان از زیر میبافم. رجی که به رو بافته شده بود رو از زیر بافتم. این الان به زیر بافته شده، دونه ای که به زیر بافته شده رو به رو میبافم، دونه ای که به رو بافته شده به زیر، یعنی برعکس میبافم. ببینید این الان به زیر بافته شده، به رو میبافم. این به رو بافته شده، به زیر میبافم. فقط بچه‌ها یه چیزی که هست، قلابتون رو عوض کنید و همون قلاب بزرگتر، نیم سایز بزرگتر بردارید. خب پس اینایی که به زیر بافته شدن به رو، اونایی که به رو بافته شدن به زیر میبافم تا برسم به انتهای رج. دارم میرسم به انتهای رج. به رو بافته شده، من به زیر میبافم. اینجا به زیر، من به رو میبافم. اینایی هم که برآمده است مشخصه دیگه. این خطایی که میفته کلا اینایی که برآمده هستن به رو بافته شدن، یعنی قاطی نکنید با هم. اونایی که به رو هستن و به زیر، اونایی که به زیر هستن و به رو میبافم. دونه آخر رو جا نذارین. ببینید این 3 تا زنجیره رج قبله، دونه آخر رو جا نمیذارم. به رو بافته شده، به زیر میبافم، بست میزنم. همین بافت بچه‌های تکرار میکنیم که اونایی که به زیر بافته شدن به رو میبافیم، اونایی که به رو بافته شدن به زیر میبافیم. خب الان این به زیر بافته شده، ببینید چون کناریش برآمده است. ببینید این به زیر، من از رو میبافم. این به روه، از زیر میبافم و همینجور زیر رو زیر رو زیر رو بافت رو تکرار میکنم. میبینید به این شکل میشه بافتش. خب پس بچه ها ببینید به همین شکل اینجا رو به تعدادی که به این مرحله برسه انجام میدیم و توی هر رج روی دونه های زیرمون رو میبافیم، روی دونه های رومون زیر میبافیم و همینجور بافت معکوسش رو انجام میدیم تا برسه به قد دلخواهمون. از همین راه رو ادامه میدیم. این به رو بافته شده، به زیر میبافم و همینجور تا اون قسمت بافت رو انجام میدیم. دونه اینا اضافه نمی کنیم، کم نمی کنیم، همین رو فقط هر رج میایم اتصال رو انجام میدیم و بافت رو ادامه میدیم. خب بچه‌ها من 13 رج بافت رو بعد از این کشباف این قسمت انجام دادم تا به اندازه دستم برسه. ببینید من الان میپوشم که
چون شما نمیتونید رو همین 13 رج حساب کنید. حالا ممکنه نختون سایزش متفاوت باشه، قطر نختون متفاوت باشه، سایز دستتون فرق کنه، برای کوچیک‌تر رو بخواید درست کنید. ببینید تا این مرحله که این قسمت وی دست من رو از اینجا باید بپوشونه، این قسمت پایین نه ها، این قسمت بالا. ببینید اینم قسمت پشت، به این شکل باید پوششش بده. حالا وقتش هستش که من بیام و انگشت شستم رو جدا کنم. بچه من الان دارم برای دست چپ بهتون آموزش میدم، چون میخوایم این قسمتی که رجامون رو شروع کردیم به این شکل بیفته داخل دستمون و زیباییشو داشته باشه کارمون. 3 تا زنجیره رو میزنم، میام یه تعدادی دونه رد میکنم. من مثلا میخوام 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا دونه رد کردم. از 12می بافت رو شروع میکنم، مثل رجای قبلم انجام میدم دیگه. الان این به زیر به رو میبافم. خب حالا میتونید اندازه بزنید، داخل دستتون کنید ببینید که اون میزانی که گذاشتید کافی هست یا نه. اگر احساس راحتی نمی کردین میتونید 1 2 تا دونه دیگر رو هم رد کنید. خب خوب بود برای من. ادامه میدم همون جور مثل رجای قبل، زیر و رو میبافم به صورت برعکس. اونایی که رو هست رو به زیر، اونایی که به زیر بافتم رو به رو میبافم تا برسم به انتهای رج. خب آخرین دونه رو هم بافتم. ببینید اینم بافتم. این دیگه 3 تا زنجیره رج قبلم، 2 تا رج قبلمه. اینم که 3 تا زنجیره رج قبل هست. حالا میام مثل رجای قبل بالاترین 3 تا زنجیره که هست، بالاترین زنجیره اون 3 تا دونه میام وصل میکنم. ببینید فقط سختی کار وصل کردنش تا همین مرحله بود. حالا دقیقا مثل رجای قبل ادامه میدم، 3 تا زنجیره و اینو میبافم. الان این به رو هست، به زیر میبافم. به رو، این به زیر. خب ببینید بچه فقط سختیش این قسمت جدا کردن انگشت شستش بود که این برای دست چپمون انجام شد. و حالا مثل این قسمت، مثل این رجایی که انجام دادیم، میایم و همین بافت رو مدام تکرار میکنیم تا بیا به اندازه دلخواهمون برسه. بافت دستکشم رو به میزانی که میخواستم قدش باشه انجام دادم. میام 2 تا زنجیره میزنم و روی هر کیس باف میام پای کوتاه میزنم. و به این شکل حاشیه خیلی ساده برای دستکشم میبافم و بافتم رو به اتمام میرسونم. به این شکل بافت رو تموم میکنیم. این رو تا انتهای رج ادامه میدم.
انتهای رج که رسیدم، آخرین پای کوتاه رو که زدم، میام روی این 2 زنجیره اولی که زدم یه بست میزنم، یه زنجیره میزنم و قیچیش میکنم و این نخ رو هم داخل کارم میام مخفیش میکنم و این کار رو چند بار تکرار کنید و کاملا نخ رو مخفی کنید. برای دست چپمون اومدیم ابتدای رج 20، حالا برای شما هر رجی میتونه باشه، رج 20 من 3 زنجیره که زدم 11 تا دونه رو جدا کردم و بافت رو انجام دادم. برای دست راست میام بافت رو ادامه میدم تو رج 20، ابتدای رج جدا نمی کنم. انتهای رج 11 تا دونه این ما بین که موند میام اینجا بست میزنم، 3 تا زنجیره، تنها فرقش همین بود 3 تا زنجیره میزنم و ادامه بافت رو به هر میزانی که حالا اینجا انجام دادم و قد دستکشم هست، به هر میزانی که دوست دارم این سمت هم انجام میدم. بافت دستکشمون به اتمام رسید. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشین. لایک و کامنت یادتون نره و اینکه با بافتنی‌ها همراه باشید.